درود، امامعلی سعیدزاده هستم و امروز من نوبتدار در شهرم. امروز در دوشنبه چمپیونات آسیا عید به امام میگذارد که در آن صدها ورزشکار از 13 کشور دنیا اشتراک خواهند کرد. در این مسابقه کدام تیم ورزشکاران پیش صف خواهند بود؟ در گزارش ما ببینید. مسابقه عاید به محاربه‌های آمیخته در چنین سطح و اندازه در تاجیکستان بار اول است. بیش از 150 ورزشکار از 13 کشور دنیا، پسران و حتی دختران. در روز اول همگی 14 سابقه دایر شد. در این روز نمایندگان کشورهای افغانستان، بحرین، قزاقستان، هندوستان، ازبکستان، ایران و همچنین هموطنان ما نیز سبقت کردند. در محاربه ها ورزشکاران قزاقستان، ازبکستان، ایران و تاجیکستان پیش صف بودند. غیر از دولت‌های در بالا ذکر شده، روزهای دیگر نماینده‌های کره، مالزی، مغولستان، ترکمنستان و اردن برآمد خواهند کرد. مسابقه منطقه‌ای را فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته غیر کسبی تاجیکستان تشکیل کرده است. دستای منتخب تاجیکستان در مسابقه مذکور همچون میزبان دستای بزرگترین به حساب می رود. ما امید داریم که ورزشکارای ما در سطح خوب برآمد کرده جای نمایان را سزاوار می شوند. البته در آینده ما می خواهیم در همه مسابقه های بین المللی اشتراک ورزیم و جای سزاوار را اشغال کنیم. چمپیونات آسیا عاید به MMA در کشور از 27 اکتبر شروع شده تا 30 همین ماه ادامه خواهد کرد. در روز نهایی غالبان این مسابقه را با مدال و افتخارنامه سرفراز می‌گردانند.